مقامات تاجیکستان گفتند قرقیزستان نیت‌های شومی دارد و وزیر دفاع قرقیزستان میگوید بین تاجیکستان و قرقیزستان صلح بودن نمیتواند، زیرا هر یک در مسئله تقسیم مرز حقیقت خود را دارند. این بیانیه‌ها را تحلیلگران خطرناک و بیانگر احتمال تکرار مناقشه در مرز مینامند. درباره این رد و بدل‌های نگران کننده و احتمال تکرار نزاع در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان صحبت داریم با انا مطوی و پژوهشگر مقیم لندن که مشکلات تعیین و علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان را تحقیق کرده است. و برنامه ما خوش آمدید. و البته بیانیه کمیته امنیت ملی تاجیکستان را خواندید و این گفته را که قرقیزستان نیت‌های شومی دارد. به نظر شما این گفته بیانگری چیست؟ Это означает то, что уровень патриотической риторики возрастает. این بدون معناست که سطح بیانیه پراکنی‌های میهن‌پرستانه زیاد می‌شود و از هر دو طرف باید گفت که بیانیه‌ها بیشتر احساسی و تندتر می‌شوند. عین زمان به حکومت‌های هر دو کشور از جمله تاجیکستان هم ضرور است که به شهروندان خود نشان بدهند که مقامات مسئله محافظت تمامیت ارضی، استقلال، محافظت مردمان نزد مرزی را جدی می‌گیرند. برای همین این بیانیه به بیرون و پیش از همه به قرقیزستان و هم به جامعه داخلی نگرانیده شده است که به شهروندان نشان بدهند که حکومت در این مسئله جدی است. بیانیه وزیر دفاع قرقیزستان چه معنی دارد که گفت بین تاجیکستان و قرقیزستان صلح بوده نمیتواند و این بیانیه بسیار جدی به نظر میرسد؟ Да, но с другой стороны мы сейчас находимся в такой ситуации. از طرف دیگر ما حالا شاهد جنگ اطلاعاتی دو کشور هستیم و هر بیانیه‌ای که سیاستمداران و یا مقامات رسمی می‌دهند اگر از خود صادر جباروف و یا امام علی رحمان برنآیند باید بخشی از همان جنگ اطلاعاتی و بیانیه‌های میهن‌پرستانه و احساسی دانسته شوند. قرقیزستان از مذاکرات بیرون آمده است و چند پیش ملاقات رهبران دو کشور با میانجیگری ولادیمیر پوتین برگزار شد. مثلا کسی نگفته است که ملاقات‌های کمیسیایی بین دولت قطع کرده شود. برای همین من فکر میکنم که به هر گونه بیانیه‌هایی که میشود باید عاقلانه نظر کنیم، زیرا بیشتر برای مخاطبان و جامعه داخلی هستند. چی در تاجیکستان و چی در قرقیزستان حکومت‌ها باید به مردمانشان نشان بدهند که عهد و عزمشان قوی و جدی است و در موقع خود قاطعانه ایستادگی میکنند. Она настроена решительно, серьезно и будет стоять твердо на своих позициях. شما درباره مذاکرات تاجیکستان و قرقیزستان با میانجیگری رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین گفتید که در آن امام علی رحمان و صادر جباروف حتی به هم دست ندادند. این رفتار رهبران دو کشوری همسایه چی معنی دارد؟ Оно, конечно, неприятно нам наблюдать, но оно неудивительно в данной ситуации, потому что... البته دیدن این حادثه ناراحت کننده است، ولی در این زمان دیدن آن حیرت انگیز هم نیست، چرا که هر دو کشور چند دفعه در آستانه در واقع یک جنگ جدی بودند که تلفات زیاد داشت. بر علاوه این جباروف و رحمان سابقه مناسبت‌های انسانی از سال‌های پیش ندارند. صادر جباروف هم زمانی به قدرت رسید که مناسبت‌ها با تاجیکستان به قدری کافی بد شده بود. بله، این یک عملکرد نمایشی بود، مثل نمایشی آن که قرقیزستان از میزبانی رزمایش‌های سازمان پیمان امنیتی دست جمعی دست کشید و تاجیکستان هم در پاسخ گفت که نظامیان قرقیز را هم قبول کردن نمیتواند. آنها باید در تمرین‌های نظامی سرحد 2022 شرکت می‌کردند که حالا در تاجیکستان آغاز یافت. این همه حیرت انگیز نیست، ولی بیانگری آن است که محیط برای دیپلماتیا وضع روانی و برای دیپلماتیای غیر رسمی حالا بدتر شده است. Дипломатии, психологическая обстановка, климат для неформальной дипломатии, он сейчас ухудшился. بعضی از تحلیلگران گفتند که سخنرانی تند امام علی رحمان که در نشست آسیای مرکزی روسیه به ولادیمیر پوتین گفت کشورهای منطقه را حرمت کند به نزاع بین تاجیکستان و قرقیزستان رابطه میگیرد. به اندیشه شما این گفته تا کجا واقعیت دارد؟ Мы на этой встрече не были, да, поэтому мы не знаем в
ما در این نشست نبودیم، از این سبب نمیدونیم که در عموم آنجا چی گذشت، ولی باید گفت که تاجیکستان البته نگران است که روسیه در این رویارویی طرف قرقیزستان رو میگیرد. روسیه تاکنون در این مسئله بی‌طرفی رو اختیار کرده بود و به مسائل مرزی همچون مسئله رابطه‌های دو جانبه نظر میکرد. قرقیزستان و تاجیکستان هر دو شریکان استراتژیکی روسیه هستند که البته حالا به روسیه بسیار ضرورند. روسیه ضعیف شده است، در این زیوای بین المللی مانده است، دوستان زیادی ندارد. وقتی دوستان زیادی ندارد باید قدری باقی مانده هایش را بدانید. آنچه که نگرانی تاجیکستان را برمیانگیزد این است که کشور منتظم و گاهی سخت به حضور روسیه به حیث میانجیگر مخالفت میکرد. هرچند روسیه در طول 20 سال اخیر چندین دفعه مثل دیگر سازمان های بین المللی به مثل سازمان ملل، سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحاد اروپا به هر شکل پیشنهاد میانجیگری میکرد، ولی همه این پیشنهادها اساساً با تشبث تاجیکستان رد میشد. قرقیزستان هم اون زمان از همین راه حرکت میکرد، چون وقتی یک طرف میانجیگری را ضرور نمیشمارد دیگری نیز مخالفت کردن نمیتواند. حالا وضع شدت گرفت و قرقیزستان دیگر آشکار میگوید که ما طرفدار میانجیگری هستیم و چنین میشماریم که میانجیگری روسیه میتواند سازنده باشد. قرقیزستان همچنین مسئله آوردن ناظران و پاسداران صلح پیمان امنیتی دسته‌جمعی را مطرح کرد و گفت که به ما کمک بیرونه و از یگان کسی بی‌طرف ضرور است و ما روسیه را بی‌طرف میشماریم و یا سازمانی را که نقش اساسی را در آن روسیه میبازد. تاجیکستان حالا میداند که به روسیه نظر به هر وقت دیگر ضرور است، زیرا متفقان روسیه کم است و تاجیکستان یک موقع استراتژیکی در مرز با افغانستان را دارد. روسیه در آنجا امنیت را تامین کرده نمیتواند. از این رو وظیفه مذکور به تمام به دوش نیروهای مسلح تاجیکستان افتاد. در عموم درد دل زیاد جمع شده بود. روسیه حالا ضعیف شده است و این برای رئیس جمهور امام علی رحمان امکان می‌دهد بعضی از ارادهای خود را بگوید. Это та возможность, которая дает президенту Эмомали Рахмону высказать какие-то свои тоже личные, может быть, чувства. Да. و تا کجا کشورهای کمبیزات مثل تاجیکستان و قرقیزستان میتوانند به خود اجازه دهند خدا نکند وارد جنگ جدی شوند؟ Я уверена, что руководство ни той, ни другой страны, несмотря на иногда эмоциональные заявления, которые мы слышим. من باور دارم که رهبران هیچ یکی از این کشورها برغم بیانیه‌های احساساتی که از آنها میشنویم نیت جنگ جدی ندارند. نمیخواهند که اوضاع از این هم بیشتر شدت بگیرد. حالا یک حدی است که هر دو کشور از آن بیرون نمیروند. برای همین هر دو طرف میفهمند که جنگ به منفعتشان نیست. از سوی دیگر در وضع کنونی که رابطه ها بسیار بد شده‌اند، دو طرف راه‌های حل را هم نمیبینند. برای همین ما شاهد وضعی هستیم که به بنبست وارد شده است. یعنی جنگ را نمیخواهند ولی нетавон گفت که جنگ هم نمیشود. Тупиковое развитие. То есть войны не хотят, но это не значит, что она невозможна. و خدا نکند اگر جنگ شود چه عاقبت‌هایی برای هر دو کشور و منطقه دارد؟ Последствия будут иметь катастрофические, потому что районы эти... عاقبت‌هایش فلاکتبار خواهد بود، زیرا ناحیه‌های مرزی سیرحالی هستند و هر دو کشور به قدر کافی مشکلات داخلی از جمله اقتصادی دارند. در فضای پساشوروی به سبب جنگ در اوکراین زندگی برای همه سخت شده است. علاوه بر این امنیت بین المللی زیر خطر می رود. به کشورهای منطقه هم ضرور می شود کاری کنند که رویارویی به جنگ تمام عیار تبدیل نشود. برای همین اگر جنگ شود یک سناریوی فلاکت‌آور خواهد بود. Да, это было бы достаточно катастрофический сценарий. تشکر نمتوی و پژوهشگر کالج سلطنتی لندن با ما درباره وضع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان و احتمال تکرار ناامنی در آن صحبت می‌کرد.